اینجا اوضاع خیلی خیته، خیلی یهویی تصمیم گرفتیم از شر این کاغذ دیواری راحت شیم و یه تغییر دکوراسیون بدیم. ببین چقدر خاک روشه، وای. بعد تقریبا 8 ساله میخوام تمیزش کنم. با سمپاش کاغذ دیواری رو خیس کرده که قشنگ در بیاد، ولی قشنگ در نیومد. اینطوری در میاد. چقدر باحال. اگه اینجا خراب شه. اونجا ترک داشت و تانه سنگی براش گرفتیم. گفتم دیگه عنوان شد. یعنی تا یه لحظه غافل میشم این رنگ رو میریزه. بریز حالا یکم دیگه بریز. بسه تیره نشه. واو. به نظرتون مشکی با سفید چی میشه؟ آفرین. خب نوبت سرچ آوردنمون شد. بالاخره یه تستی بکنیم. تست رنگ اول به نظرم برای کل دیوارا قسمت‌های بزرگ این خوبه، ولی برای داخل این باکسه که تخمیره کم رنگه. خب اوضاع خیلی خیته. البته چیزی که تو فیلمه خیلی تیره تر میفته اونجا، مثلا یه همچین چیزیه. اینجا هنوز هم خیسه، هم تو فیلم تیره تر میفته. نمیدونم دیگه یا خوب میشه یا بد میشه. یه چایی بزنیم وسط کار. تست رنگ دوم. اومدی اینجا چیکار؟ وجودی مگه؟ فکر میکنم ساعت 3 و 4 صبح به این حد رسیدیم. این فضولا رو ببین فقط. خدا قایبونی تو برم من. کی میره؟ هر سه تاشو. حتی دلمه. وضعیت خوبی نیست، ولی منم امشب اینجا میخوابم وسط حال. ساعت 3:30 دیگه کارمون تموم شده. ما قراره براش گفت گرسنه ما بدیم براش ماکارونی حالت نودل درست کنم. یه خورده داریم. راستی بچه ها ساعت 8 شب دیگه دست از کار کشیدیم رفتیم بیرون و دوباره ساعت 1 و اینا شروع کردیم که الان تموم شد. در کل اتاق 4 ساعت 5 ساعت. حالا ببینیم فردا نتیجهش چطور میشه، چون هرچی خوشتر میشه قشنگتر میشه. دستش آشپزخونه هم تموم شده. دان تدا. خب میرسیم به قسمت مورد علاقه شبم. تمام دست و پام خشکه. کرممون رو بزنیم و لالا کنیم. بچه‌ها اینجا دیگه خب صبح روز بعد خیلی ناز شده. فقط اینجایی که باید یه دست تر بشه. نمیدونم چرا این شکلی شده. باشه جا ببینید این قسمت رو چقدر سخت پا کردنش. باید آب بریزم. حالا این که رنگه ببین، یعنی اگه رنگ میریخت کار من راحت تر بود. حالا اون خیس بود مثلا این یه تیک. ببین چقدر راحت تره. دارم رنگ روغنی برای اینجا استفاده میکنم، چون هم باید سریع خشک بشه، هم یه فرچه کوچیک‌تر و رنگم نمیگرفت دیگه. حالا ببینیم چی میشه. خب یه میز خالی کردم قبلا و تمیز کنی کنیم و بده سر جاش. در حال نصب کلید پلیس هستیم.
تا اینجا البته فعلا خشک نشده خیلی، ولی خب قابل قبوله. سختی پیدا کردم ولی خب 100% اون چیزی که میخواستم نبود. خیلی گشتم و واقعا هیچ کجا اونی که خودم تو اینترنت پیدا کرده بودم به اون سادگی، به اون مثلا جنسی که میخواستم، اما دوست نداشتم صبر کنم دوباره بگردم و بعد سفارش بدم چند روز دیگه طول بکشه. گفتم همین رو بخرم. 2 تا متکا هم گرفتم که طبی باشه چون معمولا گردن درد دارم. بریم خونه دیگه بالاخره کار رو به اتمام برسونیم. کارمون تموم شد. تدا! امیدوارم خودمون تو آینه ندیده باشین. تدا!